السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای مهم بخش اخبار تلویزیونی صبح در استودیو با شما جهانگیر صابر. قرار نوی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان درباره چاره و تدبیرهای علاوه‌ای برای تکمیل دادن فعالیت ساحه دینی معرفتی قبول گردید که مقصد اساسی از قبول قرار در کشور رواج دادن عنعنه و قدرت‌های ملی، چقورتر آموزانیدن میراث علمی و معنوی اجدادانمان به نسل امروز، جوانان را همچون وطن پرور، صاحب علم و صاحب معرفت و از هر جهت سالم و برکمال تربیت نمودن نگرانده شده است. واقعا تربیت انسانی کامل در سرزمین مقدس ما به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. اصلاحات و تشبس‌های در این سمت به عمل تطبیق گردیده ایستاده در عرصه عمومی جهانی نیز مناسب اعتراف می‌گردد. آزادی بدین در سرزمین ازبکستان سالهای آخر به درجه عالی رسید و این را همچون مدل نمونوی عالمیان تشکیلات‌های بین الخلقی اعتراف کرده ایستادند. اما جای بسیار تأسف است که با وجود فراهم آوردن چنین امکانیتی بی‌نظیر، پایه‌های ساخته در حدود مملکتمان به نظر می‌رسند که به صفت قدرت‌های اصلی دینی نمودار گردیده در بین اهالی عقیده‌های ناسالم را جاری کرده ایستادند. از این رو باز هم تکمیل دادن ساحه دینی معرفتی در جامعه امروز در اساس غایه بر ضد جهالت، معرفت، بشردوستی، نکوکاری و آسایشتگی بر این فضیلت‌های دین را ترغیب نمودن، علاوه بر این تامین نمودن استواری قانون و برقراری محیط اجتماعی و معنوی از مهمترین مسئله‌های سیاست کنونی به شمار می‌رود. اوید این یکی از شاعران شهیر محمد اقبال لاهوری آن کس در یک سطرهای مشهور خودشان گفتند که اسلام به ذات خود نقص ندارد، همه نقصی که هست بر ما مسلمان هاست. از این چنین برمیآید که اگر دین اسلام را ما خوانده بریم، در آن عملهای اساسی در کتاب قرآن عظیم الشان که 114 سوره وجود دارد، در همه 114 سوره یگان نقص ها نیست، همش برای پاک داشتن، برای انتظام، برای پیشروی، برای وطن دوستی، برای حقیق انسان شده با وی رسیدن به علاوه زبان سوخی خودم رو گویم، اگر با آن معنی نگرانده شده است که حتی به کف پای من شما حتی خور نخلد، این چیز رو نیز روانه می‌دارد. ولیکن افسوس طفیل ساده بودن خلق ما میگوییم، طفیل با ماهیت معنویت با مضمون مندرجه همین چیز نقص فهم نرفتن، دانش کافی نداشتن همین جوانان ما میگوییم. تو یک براشوره و نمیدونم از سنزور گذشته که می‌نیم همون خوانده آمده بعضی کلی اما اهل علمم گران کرده سودان. واقعا وظیفه و مقصد اساسی سیاست دولت در ساحه دین را به اهالی، رهبران و خادمان آنها درست فهمانیدن، فعالناکی و تشبسکاری آنها را در این سمت افزودن لازم است. نظر دینی و دنیوی شهروندان خاصه نسل جوان را رواج دادن از مهمترین مسئله ها به شمار می رود. برای این در سایت های اینترنتی، وسایل اخبار عموم، ساختار اجتماعی توسط ترغیب نمودن عرف و عادت، عنعنه و قدرت های ملی و اصلی امان علیه عقیده و غایه های ناپاک مبارزه بردن موافق مقصد است. من گفتنه هستم که باید که به هر خیلی فکرهای مثال آلوده بین نشود. من مثال درباره شهید گشتن، درباره جهاد معنیش من خودم معلم زبان ادبیات هستم، شما هم خود ناز میفهمید. جهاد معنی شکل کلمه عربی جهد است، یعنی حرکت کردن، سعی کوشش کردن. دربارهش مولوی رو گفتگی هستن که ای قوم به حج رفته کجایید معشوق همین جاست بیایید. یعنی شما تا با آن که مثلا مایلش حج برفته گو مخرش نیستیم، تا با آن که به حج میروید، اگر شما همه ادای خدمت حج میکنم گیر، اگر 4 تا 5 تا قمصه مثلا مسکین داشته باشید، همانها را از نقطه نظر مثلا معنویت دلشون برداری، از جهت مادی دل همانها رو برداری، اگر ساختن کفری ساخته همه چیزها همون ثواب رو دهد با خودش میدونه. برای همین من در آخر سخن خود گفتنی هستم که 100 مراتب چکر یک مراتب بریدن در کار. اوید یک نمود کار کردن جوانهای ما پیچ خود نکردن شده کار با کلام سالها کام نگردانده شده. باز یک جهت اهمیتناک قرار در آن است که برای باز هم سالم گردانی محیط اجتماعی
مستحکم ساختن جایگاه و نفوذ بانوان در جامعه، در بین آنها افزودن ثمره‌ناکی کارهای معرفتی و تربیوی، فعالیت گروه‌های ترغیباتی در همه تشکیلات‌های دولتی و نادولتی و ناتجارتی هر یک شهر و ناحیه و حتی محله‌های کشور به راه مانده می‌شود. به جای خلاصه باید گفت که قرار مذکور نیز به منفعت خلق، تامین استواری قانون، برقراری محیط اجتماعی و معنوی، بخطری اهالی، پاک نگه داشتن قدرت‌های ملی، عنعنه‌های اصلی دینی خدمت می‌کند. بخش اخبار دوام دارد. از موضوع دور نمی رویم. متاسفانه امروزها در نتیجه نداشتن دانش کافی دینی، خبردار نبودن برخی از هموطنان ما از قواعد دین مبین اسلام، کارهای ضد قانون دولت و هم شریعت را اجرا کرده ایستادند. پدر با وجود نداشتن دانش دینی به پسر خود و زوجه دوم او نکاح خواند. در ساختار اجتماعی پهن گردید که پدر از ولایت فرغانه نکاح پسر خود را خوانده است. در ناحیه قشتیپه سودی سیار شده گذشت و در آن کار این مرد دیده شد. مرد نکاح خوانده گفت که پیش از خواندن نکاح به یک چند امام و ملاها مراجعت کرده است. از بس که آنها جواب رد دادند، اجباراً خود او نکاح پسرش را می‌خواند، لیکن این رفتار او علیه قانون و هم شریعت است. وی دانش دینی و یا یگان حقوق نکاح خواندن نداشت. موافق خلاصه سود، پدر به مدت 7 روز از آزادی محروم کرده شد، یعنی به او جزای اخلاقی داده شد. 2009-yil 8 oy davri mobaynida Qo'shtepa tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari tomonidan 7 ta noqonuniy diniy saboq berish holati bilan bog'liq holatlar aniqlangan. Ularga nisbatan qonuniy hujjatlar rasmiylashtirilib, ma'muriy ishlar bo'yicha Qo'shtepa tumani sudiga yuborilgan. Bugungi sayyor sudimizda 3 nafar noqonuniy diniy saboq berish holati bilan bog'liq ma'mur sudlanlik ishlari ko'rilmoqda. در بخش اخبار باز یک موضوع مهم، کروپسیا کشنده ترقیات است. در مملکتی که کروپسیا اوج گرفته است، در آنجا پیشروی به نظر نمی رسد. اگر در ساختار تعلیم کروپسیا ریشه گیرد، این البته برای آینده خلق و ملت خطرناک است. خوشبختانه سالهای آخر بهر برهم دادن کروپسیا در ازبکستان کارهای نظررس به عمل تطبیق می‌گردند. در این باره یک چند قانون و قرارها قبول گردید، اما تا به امروز این درد خراب کننده پر را برهم نیافته است و متاسفانه بین ما تا حال هستند آنهایی که غلام نفس خویش گشته برای رواجیابی کروپسیا در جامعه حصه ارزنده می‌گذارند. دیروز در ناحیه رشتان از جانب ارگان‌های حقوق و ترتیبات باز یک شخصی به کروپسیا دست زده دستگیر کرده شد. از این چند پیش بر رکتوران یک چند دانشگاه‌های پایتخت و ولایت فرغانه حیف‌سند داده بودند که سبب آن اوج گرفتن کروپسیا در این درگاه‌های عالی میباشد. اما باز در یونیورسیته فرغانه یک نفر آموزگار دستگیر کرده شد که برای گذرانیدن از امتحان به مقدار $6,000 پاره طلب کرده بوده است. کروپسیا علت است، درد است که مملکت را به سر جر می آورد. انسان را باشد عاقبت به حرمت می سازد. پاره دهنده و پاره گیرنده هم نزد قانون برابر جزا می گیرند. از این خاطر هر کار را با راه پاک حلال حل نموده از این درد خراب کننده کشنده ترقیات کروپسیا دور باشیم و یکجای بر ضد آن مبارزه بریم. در برنامه‌های گذشته با شما خبر داده بودیم که در یکی از زایشگاه‌های ولایت فرغانه مادر کودک سه‌گانه تولد ساخت و در این باره با شما معلومات مفصل داده بودیم و مخبرمان از ولایت فرغانه به زایشگاه مذکور رفته به مادر کودکان هم صحبت شد. yoki yordamga muhtoj bo'lyapsizmi? Yo'q, muhtoj bo'lganman, yo'q, yordamga hech qanaqa medsistralar, hamshiralar jalb qilingan bizga. O'zlari qarashib yordam berishyapti. Chaqaloqlar 17 sentyabr kuni kesar kesish amaliyotida homiladorlikning 36 haftasida tug'ilishiga qaramay sog'lom, umumiy holatlari sog'lom tug'ilishdi. Bu jarchi chaqaloqlarning oila a'zolarida ham kayfiyat, his-hayajonlar o'zgacha. Avvalambor shunday 3 egizak bergani uchun Allohga shukrlar aytaman. Bunday baxt hammaga ham nasib qilavermaydi. Kelajakda qaysi kasb egalari bo'lishini xohlaysiz? Endi bu Xudoga ayon, katta bo'lishaversinchi, vaqt ko'rsatadi. Hayajonim o'sha kuni xursand bo'ldim. O'zimda qizim yo'q edi, mana erkak qizim tug'ildi. 3 ta o'g'lim bor edi, 3 ta nabiram bilan 6 ta o'g'illik bo'ldim.
o'zlari nomlari bilan Amir Temur Bibi xonim qo'ydim. Endi ikkita nabiram shu Amir Temurdaqa sohibqiron bo'lsin, vatanimizga sodiq farzand bo'lsin. Qizimiz Bibi xonim o'sha to'marisdek ayollar bo'lib yetsin. Tushuntirib bo'lmaydigan xursandchilik. Bu egizaklar hozir shirin uyquda, ertaga ular yurtimiz ravnaqi, vatanimiz kelajagi uchun munosib hissa qo'shadigan yetuk farzand bo'lib yetishishlariga biz ham tilakdoshmiz. خبر نوبتی ما باشد خیلی حیرت انگیز است. در مملکت هند زنی 74 ساله فرزنددار شد. زن و شوهر این روز را 57 سال این جانب منتظر بودند و نهایت خداوند آنها را به آرزویشان رسانید. در حیات بعضا واقعه‌های غیر عادی روی می‌دهد که کس باور نمی‌کند. در ملک هند زنی 74 ساله کودک تولید کرد. نام زن اراماتا مانگایاما بوده، زادگاهش شتات آندھرا پردیش می باشد. طوری که زن به ژورنالیستان معلوم کرد آنها یعنی او و شوهرش این روز را 57 سال این جانب منتظر بودند. زنی 74 ساله کودکش را برای جراحی به دنیا آورد. از روی معلومات شفاکاران کودک سالم تولید شده است و به او مادرش خدمت صفتناک طبی رسانیده می شود. امروز فصل تیر ماه فرا رسید و الکی ماه اول این فصل سپری شده ایستاده است و دهقانان مهنتکش سوخ الکی برای پاشیدن تخم غله کار را آغاز کردند. فراوانی خان مردم پرفیضی دسترخوان هر حکیما به فعالیت و مهنت و زحمت بابای دهقان وابسته است، زیرا بابای دهقان تمام سال عرق جبین می‌ریزد تو هممان سیر باشیم، مهنت میکند تا راحت همیشگی هممان را نصیب کند. امروز در صحراهای ناپیدا کنار ناحیه‌مان دهقان سوخمرز به کشتی غله‌دانه آمادگی می‌بینند و گفتن ممکن است کار در صحراها جوش می‌زند و این معنای آن را دارد که تیاری به سال خواجگی 2020 در ناحیه ما نیز آغاز یافت. از روزگار و کاربری پدر و بابایانمان می‌دانیم و اگر تکنیک پرورش غله‌دان زمین را تقاضا می‌کند که حاصل گندمی در آغاز فصل تیر ماه ادیخترش ماه سپتامبر کاریده شده حتما نتیجه خوب و دلخواه خود را می‌بخشد و کشاورزان صاحب حاصلی دوچند می‌گردند اگر در کشت گندم به همین ترتیب عمل نمایند. امروزها در میدان‌های کشاورزی ناحیه دهقانانمان با برابر قانونچین کردن کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها به کشت غله‌دانه نیز آغاز کردند و این معرکه مهم اولین شده در خواجگی شرکتی آزاد آغاز یافته است و موافق معلومات‌های رئیس خواجگی شرکتی موسی ساتوالدیف اهل خواجگی سری هفته به زمین کشت غله‌دانه پیران موسفیدان را دعوت کرده با دعاهای نیک به زمین دانه‌های زرین کاریده. نمایندگان ساحه و دیگر شخصان متصدی به این خواجگی تشریف آورده به رفت کشت گندم آشنا گشتند و در اینجا نیز متخصصان صاحب تجربه و دیگر متصدیان برای تحقیق کار دهقانان ناحیه‌مان و این خواجگی دست به دعا برداشتند. دایر و متشکرانه و عموما در سری وقت گذراندن کشت گندم سال 2020 در حدود خواجگی شرکتی آزاد و عموما فرمران این حدود نیز مشورت گذرانیده شد و در این حدود در کار مشورت رئیسان خواجگی‌های شرکتی، اجراکاران فرمران، رئیسان کارگاه‌های خدمت رساننده اشتراک کرده بودند و چون دید استفاده در خواجگی شرکتی آزاد نیز اعضایان متصدی کشت گندم تکنیک‌های ضروری را با تخم‌های گندم آماده نمودند و کشت گندم با جد و جهد در این حدود نیز رفته ایستاده است. در این میدان کشت غله‌دانه متصدیان ساحه سخن نموده عاید مهم بودن مسئله کشت گندم حرف زدند و قید نمودند که در این کار باید هم متشکلانه اشتراک نمایند و برای کشت گندم از جانب حکومت نیز به فرمران کردهای امتیازناک داده می شود. تمام تشکیلات‌ها و کارگاه‌ها در سیمای رئیسان و سروران در این بابت وظیفه‌دار کرده شدند. به پیر مرو در امانی هرچند سکندری زمانی گفتند بزرگان. در حقیقت برای آغاز هر یک کار ما از پیران و موسفیدان دعا میگیریم تا پیش آمدن تمام سال همراه ما باشد. به خاطر موفقیت و پیشروی در آغاز کشت گندم امساله از جانب موسفیدان دعاهای نیک کرده شد. سپس بعد فاتحه نیک دادن به زمین اجراکار خواجگی شرکتی آزاد دانه‌های اولین گندم باز از جانب پیران برنادیل زده شد و تراکتور مخصوص نیز برای کشت گندم آغاز کرد. گفتند که تراکتور گندم را به طریق شاهمات کشت می‌کند. معلوم شد که گندم کاری نیز خصوصیت‌های خود داشته است و امروز اگر تکنیک‌های کشت گندم با
گل‌های بابایی آمیزش می‌یابد. کشت گندم چون در آغاز گفتیم اگر در آغاز فصل تیر ماه به خصوص ماه سپتامبر به عمل برآورده شود در موسم غنوچین حاصل بلند به دست می‌آید که این را از تجربه اکثریت کشاورزان ناحیه‌مان دیدن ممکن است. نتیجه‌های به دست آمده خیلی نظر رسد. اینک در ناحیه کشت گندم سال 2020 آغاز یافت. به همه کشاورزان، فرمران و اجراکاران ما در این راه آمد برای موفقیت و بردباری و پیشروی ها را تمنا می‌کنیم. بخش اخبار تلویزیونی سوخت دوام دارد و اکنون شما را به شرح مکتوب ها شناس میکنیم. اسقر انبرزاد مخلص دائمی برنامه های تلویزیونی سوخت. انبرزاد در مکتوب خود عاید دو معما حرف زده است. یکی آن معما می باشد که یعنی در چارکوچه که در نزد خلق بانک ناحیه جایگیر است موجود نبودن ترتیب. خوانندگان مکتب یعنی خوانندگان صنف‌های ابتدایی وقتی از مکتب برمیگردند یا اینکه به مکتب میروند هنگام گذشتن از کوچه مذکور یعنی چارکوچه خیلی اذیت میکشند. برای گرفتن پیش حالتهای ناخوش شعبه کارهای داخلی باید چاره و تدبیرهای ضروری اندیشد گفته نوشته است مؤلف مکتوب. ما نیز در اساس این مکتوب به شعبه کارهای داخلی مراجعت میکنیم و برای گرفتن پیش حالتهای ناخوش البته حصه خود را میگذاریم. گفته مؤلف مکتوب حق است در حقیقت. و باز یک معما را اسقر انبرزاد گفته گذشته است که در مرکز ناحیه همان ترتیب نیست. ایستگاه اساسی بنیاد کرده ایستادند ولی همان ماشین ها به ترتیبانه در صحن کوچه گذاشته می شود که این هم در آینده به حالت های ناخوش روی دادن واقعه های ناخوش سبب شدنش ممکن است میگوید مؤلف مکتوب. ما البته این فکرها را به نوبت گرفته بار دیگر به اداره های دخلدار مراجعت میکنیم. این بود بخش اخبار تلویزیونی سوخت که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین رو شناس گشتید و در همین جا به بخش اخبار حسنی انجام میبخشیم. خیر سلامت باشید و با برنامه های تلویزیونی سوخت میمانید.